بلاگردانی من باشی همیشه. جدا از تو دلم آرام نمیشه. تمام عمر من بندی نفس ها به قلب من زده عشق تو ریشه. گلم جانم عزیز آسمانی توی تنها امید زندگانی. خدا عمر مرا بخشد به جانت بگیره جانی من تا تو بمانی. مادرم تو ببین گل من اشک چشم ترم. گوهرم غم و درد و دلت را به جان میخرم. مادرم تاج سرم. مادرم توی تنها پناه و توی یاورم. سرورم تو مهری اول و تو مهری آخرم. مادرم بالو پرم. وجودت مادرم عطر بهار است. دلم از عشق پاکت بیقرار است. نباشی تو شود تاریک و خاموش. همه خورشید و مهتاب و ستاره است. دلی تو همچو دریا بیکرانه. نوایی الله‌های عاشقانه شده کام من از یادی تو شیرین. قدمگاه بهشتی جاویدانه. قدمگاه بهشتی جاویدانه. مادرم تو ببین گلی من اشک چشم ترم. گوهرم غم و درد و دلت را به جان میخرم. مادرم تاج سرم. مادرم توی تنها پناه و توی یاورم. سرورم تو مهری اول و تو مهری آخرم. مادرم بالو پرم. هموطنان عزیز، السلام علیکم بیننده ها، دوستان عزیز، تماشابینان شبکه شهنام. امروز جماعی ما در دهه آهلیک عظیم در خانواده شادروان زاکر بابا برای تبریک کردن این جشن زادروز حاجیان آمدیم. امروز تبریکات را از نام مسافر فرزندشان از نام عزیزکه تیار کردیم و این لحظه های خرسندی شادیانه را همراه شمایان با هم میبینیم. با ما باشید. با شبکه شهنام ما آغاز میکنیم. با حضورت خانه روشن میشود شوق نفس کشیدنم. میخواستیم پیش از سلام سرود را با افتخار مادران سرایند و یک جای گوش کنیم. Min aziz umiddvarim ko'zimning nuri onamdir suyanganim dil xumorim ko'zimning nuri onamdir. Mening aziz umiddvarim
gözümün nuru onam dur Süyenkenim dil xumarım Gözümün nuru onam dur Mege altın zər kerekmez Mege dünyalar kerekmez Baxtimga onam bolsa bəs Gözümün nuru onam dur Mege altın zər kerekmez Mege dünyalar kerekmez Baxtimga onam bolsa bəs Gözümün nuru onam dur Yonginamdan xircilmagan Allanab dilim bilmagan Hech kimlardan kam qilmagan Ko'zimning nuri onamdir Menga oltin zar kerakmas Menga dunyolar kerakmas Baxtimga onam bo'lsa bas Ko'zimning nuri onamdir Baxtimga onam bo'lsa bas Ko'zimning nuri onamdir Onam kasalman demang Bolam kasalman demang Holi yomonman demang Ado bo'laman Jonu jahonim mening Gulu rayhonim mening So'lib boryapman demang Tamom bo'laman Ko'zlarimning nurisiz Siz qalbimning nurisiz Olam aro mehrda Onalar mashhurisiz Siz bor hayot boshqacha Unda yashash boshqacha Siz duolar qilsangiz Omad kular boshqacha Onam kasalman demang Bolam kasalman demang Holi yomonman demang Ado bo'laman Jonu jahonim mening Gulu rayhonim mening So'lib boryapman demang Tamom bo'laman So'lib boryapman demang Tamom bo'laman هیچ وقت خسته نباشید. حاجیانه روز مبارک. روز تولد را میلاد عمر را برایتان مبارک باد میگوییم. 120 ساله شوید و بعد از آن پیر شوید. امروز شما را صدقاً و صمیمانه از نام فرزند مسافرتان، از نام شاپسری اصیلتان که از دیدارتان چندین سالها باز دور هستند، از نام برادر عزیز عزیزک صدقاً تبریک میگوییم. گفتند امروز همچو عنعنه مادری من، بهشتی من، فرشته خاندانی من، خدا رحمت کند پدر عزیزم را. بعدی در گذشتن پدر قهرمانی زندگی من که هم پدر و هم مادر هستند برای من. دعاهایشان به یگان اندیشه در نزد خداوند کریم مستجاب می شود. خداوند کریم عمرشان را دراز کند. حسین جان این همه زندگی یک لحظه بوده است که می گذشته است. تا دنیا باشد ایزی قدمهایشان را تاج سر میکنم. دوست می‌دارم، یاد کردم مادرم و وطن را، خویش و تبار نزدیکان فرزندان را. خدا کند که دعاگوی سری من باشند و من از پیشتشان فقط با دعاهایشان سرسبز و منور شده گردم. زاد روزتان مبارک. مادرم اشک مریز، جانم به قربانی تو است. جان من قربان آن دستان لرزانی تو است. میروم سوی غریبی، مادرم غمگین مشو، در غریبی یادی من دایم به فرمانی تو است. تو اگر دوری زی چشم مادر به دل نزدیکتری، چون که مادر این دلی من روی دستانی تو است. من غریبم مادری جان، دورم از آغوش تو، این دلی من تشنگی آن مهر و آغوش تو است. وقتی خود را آدمان در مال و پول بینند اگر، مادری من بخت من یک کنج دامانی تو است. میروم سوی تو باز مادر تو پزمان مشو، اشک شادی خواهی ریخت آن روز پزمانی تو است. مادرم بخشا مرا که این شعر انجامی یافت، عشق تو انجام مباد مادر فرزندی تو است. خالدانه ما دیروز همراهی از زکم صحبت کردیم. گفتم من ما در شهر امریکا که در اینجا اینقدر ترقیات است و همه چیز پیش پایمان هست، لیکن دلم چنین جایش خالی است
مادر. اگر مادر همینجا یانم میبودن باز من دیگر خیلی میشد. لیکن شکر میگویم که در نهمان خاندان ما فیض و برکت ما هستند و همیشه دعاگوی ما هستند. بسیار یاد کردم و همیشه سایبان سلیمان باشند. دلم خواهد روم بر کوی مادر، وجودم پر شود از بوی مادر. تمامی روی دنیا را بدیدم، ندیدم روی خوش جز روی مادر. امروز که جشن زادروز است، میخواستیم در روز خرسندی پیش قدمهایتان گذاریم گلدسته زیبا را، البته با قرصک‌های شمایان. مرحمت. و البته هرگزو که کلیم پاشو یا شما نزدیکتر میستیم، ما شیرینی داریم. یک جای همراهی مادر شیرینی را میبریم و از آن تناول میکنیم. بعد از آن سخنهای تبریکاتی را از مهمانان میشنویم. مرحمت. زادروز مبارک. مبارک باشد. امروز نرگیزایتی از یکم که صحبت کردیم گفتن خواهرم زیاد است که کلیتانی در جنت هستند. برگوی سرگویا که من انما خواهرت است که همیشه همراهی من چنین سرپریز ها را تیار میکنیم و امروز از من دیده خوشبختتر خواهرانم هستند. چون گفتم مادرم آغوش کرده در روز زادروزشان، در هر روز از آن روی پر از نورشان بوسه ها زده میتونن. از نام من باشد یک تبریک کنن و مادرم را آغوش کرده تبریک گویند. مرحمت. السلام علیکم. خالیکم تابویکم ینگم شماده به درگاه بیجانو پیدکم 120 بدرایم لای مکه چی نیت دارن همه نیتکاشون به رسیده بچه یکشون ساق سلامت پیشکشون به بیان انومی سه تا خواهرکم آیتیکم تبریک میکنم. کجان تو بام رحمتی کلام بیجای باشی ساق باش در پناهی الله باش الله مهربان فقط همراه یکود باشه با یک مرتبه رحمتی کلام تو با. السلام علیکم میمونای عزیز، خوش آمده به درگاه بیملو الهیم صد بدروی سرگی بام ساق سلامت کرده همه وقت چی نیت که داشته نیت کتون برسه نمی کجای نمام تبریک میکنم الهیم 100 ساله شوه همه وقت خوش و خورسان کرده. السلام علیکم آنها تبریک میکنیم سر بدروی. السلام علیکم مهمونای عزیز، آنها جان تبریک میکنیم سر بدروی. انامی دادم تبریک میکنیم سر بدروی 123 بدروی. ای ملده. السلام علیکم مهمانکای عزیز، آنا جان تبریک میکنم صد بدروی. مادرم با درد خوشام و سبا گپ میزدی، زیر لب گپ میزدی، با صد دعا گپ میزدی، گریه میکردی نهایی در پشتی دیوار علم، با علم از مرگ خیش و اقربا گپ میزدی. آنا جان با یک بار تبریک میکنم صد بدروی. رحمت. سلامت باشن. حاجیانه بعد از گذاشتن پدر و مادر انسان از خواهر و برادرش چهره آنها را یاد میکرده است. ما میخواستیم از ارگش بابا نیتای نگاش نویم. مرحمت. فقط روزای نو حضوری برای چگره دیدن چقدر خدای بالا عمر دادگی باشد با خورسندی عمر گذاران کنید. رحمت. السلام علیکم مهمونای عزیز، امروز خواهرم روز تولد شده است. الهیم 120 ساله شود. چی نیت کردگی باشد نیت کاش برسد. حضوری من همین نویرای بیند. عزیز جانم ساق سلامت بیاد و همینه یک زراش ده کلنا آورده همین خونه جاش بنید. چی نیت کنید نیت کاش برسد. شما هم همین خیلی حرمت کردن الهیم حرمتی باشه
کجای باشتون ساق باشتون کسم کاراتون برکتیه خالده جان هیچ ویل نکن همش نقد میشه فقط خورسنده قطعیه این روزای نقد ببیم رحمت کمون شما السلام علیکم خیش تبارو خواهر جانم ساغ سلامت باشید همین نبرکاتون با نکوه تویشون با پیشی بایشون چیمل دقشون با وای شوید سری بر شوید عزیز جان عمرشون دراز شود نیتشون برسن همین خویجینم با اویتمنامه گپشون با قویشیمشون این دخترچه گپش برین 123 بدارید ما قواتاتون بشوید همینای سرشون با ساغ سلامت باشید خورسندی روزهای نیکتونه دیده با منم خورسند شده کردید ساغ باشیدون سلامت باشیدون هم ماتون خوش آمدیدون السلام علیکم مهمانو خوش آمدید به درگاه خواهر من الهیم خواهر من خاکگیره زر گرده زرش زیور شوه عزیز جانم الهیم کارکش نشوه چی نیتی دارم تا دنیا باشه خواهرکو حضور حلاوت نیویه نیوریکوی کلونو دخترکوی بلن خاله خوردی مرحمت السلام علیکم خواهرکوی عزیز این خواهرکی عزیز برای من یکتا من بیم ما باید دادگیم با خواهرکی من همه وقت من با تکیگوری من بودم خواهرکم الهیم صد بدرویم همین چی که نیت دارن نیتکشون برسن جیانکم بیام رحمه اره که دور سوق سلامت بیام همین عزیز جانا حکیم جانا تگه کویچ ملکش بدرویم خواهرکی من الهیم صد بدروی خواهری عزیز رحمت و البته حاجیانش ما رو از نام گلماه هایتی، ماهچهر هایتی، زبیده هایتی، نرگیز هایتی، از نام عزیزکه، کرین پاشا قطار نبیره ها تبریک میگویم چخیلی که من خاله خوردی گفتن که در تگه چی میلید که نبیره ها در آمده هزار علیک های خواندن برای شما نصیب کند برای شما از امروز وظیفه که فقط صحت سلامت گردید و هیچ وقت کسل نشوید در سری فرزندان تاج سری طلایی شوید باز نبیره ها میخوان تبریک بیان مرحمت السلام علیکم مهمانان عزیز خوش آمدید به این درگاه آنا جانم که امروز دادروزشان شده ایستاده است من آنا جانم را شخصا از نام خودم تمام از نام همجه اشتگیاب از نام اولم بار از نام تاغا جانم که در این دادروزتان اشتراک ندارند میخواهم از نام تاغا جانم شما را تبریک نمایم از نام بیم که در اینجا اشتراک ندارم میخواهم تبریک نمایم رنج دنیا برکشیدم ارزش مادر نشد سیم و زر را برکشیدم قیمتی مادر نشد آنچه خوردم هر لذیذه در تمامی عمر خود لذتی شیری سفیدش قیمتی طلا نشد آنا جان باز یک بار تبریک میکنم صد بدروی تاغا جان شما بهم رحمت گیجایی که نباشه همه وقت سری ما با ساق سلامت کرده رحمتی کام رحمت سلامت باشند البته از نامیان همه فرزندان عزیز حاجیانه باز یک سرود و ارشاد سعیدی برایشون میسراید بعد از آن یک جای رسم میگیریم و میرقصیم بعد مرحمت مادرم حرفی بزن که تشنه لالاییه من که جان میدم برایت همدم تنهاییم من همیشه کودکم و آغوش تو جای من است من اگر خوبم دعایت پشت دنیای من است بسته بر دستان گرمت میزنم شاه دلم با حضورت خانه روشن می شود ماه دلم هرچه می خواهد دلم پیش تو پیدا می شود این همه خوبی چجوری در دلت جا می شود مادر همه جان و تنم شوق نفس کشیدنم به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم مادر همه جان و تنم شوق نفس کشیدنم به موی تو قسم تویی
دلیل زنده بودن دلیل زنده بودنم مادر همه جان تنم شوق نفس کشیدنم به موی تو قسم توی دلیل زنده بودنم دلیل زنده بودنم. رحمت حاجیانه 120 ساله شوید و همیشه انواخیر آمده شما تبریک کرده خورسند کردن برای ما نصیب کنند. اکنون به نزد خواهران برادر میگذاریم یک جای رسم میگیریم بعد همه را به رقص تکلیف میکنیم. مرحمت. السلام علیکم. تبریک رحمت صبر هم نیت خود مرسه امینه مشکل داره بچو امینه السلام علیکم امینه چی نکرده بی اوی گیری نبینه ما بیجوش گیرش ما پیرش ما نگیرش مایل رحمت کلام هم یک حبیب است سکسی کنن نخ مایل I'm
حاجیانه و کلین اساس هم دیر مانده آمدن میخواستیم نیت‌هایشان را برای حاجیانه شنویم. حاجیانه برید شما آغاز کنید کلین دوام باشیدن. مرحبا گذارید جانشان بر السلام علیکم مهمانان عزیز. من امروز حاجیانه تبریک میکنیم سر بدریم چی نیت را نیت کش مرسن همه وقتی هم موسیقی سلامت گردیم. السلام علیکم همه یکاتون خوش آمده به درگاه آنجانم. بابا جانم با توغان یکم با آنجان سر بدرویه الهیم حضوری ماهونه حضوری توغان حضوری خالومه بینه دو دنیا سعادت شبینه این دنیا و دنیا بدگه اجرای کلونه شما با میتابون همه وقت سرون با ساق سلامت دوگو شده کرده همه اتون رحمت رحمت انا ابیره گلدسته تقدیم میکنم مبارک باشد. تبریک میکنم حسین جان. بسم الله الرحمن الرحیم. قدم نور بلا دور تکیه‌ها به خدای رسول از شاد نزدیک کنه از غم دور کنه ای پاکی پروردگار دنیا همون را تنج کنن آخرت همون آباد کنن. عزیز جان تو بیم رحمت ساق رفتی سلامت بیا خدا کد بیا بچه یکاتا نگاه کن سر و برشو نیور یکام همون امریکا بودگی بچه یکام هم یکاشون ساق رفتیان سلامت بیان در پناه خدا باشن. سبحان الله به هر دم دیارت کن سبحان الله کشایشی کارت ده سبحان الله به عزتی کل فیکون سبحان الله مراد همه را حاصل بکن. ای الله مهربان بچه یکام پشت پناهش من نگاه داره کوپا نگاه داره به قطار هوای بچه یکای منم نگاه داره. حسین جان شمایم بچه یکایم هم یکاتون ساق آمده سلامت روه در پناه خدا باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین. بیننده های عزیز امروز بزم را نیز جشن زادروزی حاجیانه را به پایان رساندیم. همراه شمایان به هم دیدیم. با ما باشید با شبکه شهناند خود را احتیاط کنید. سلامت باشید.